اولی شت. ایول. سلام بچه، چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. من و شمال هستم و خیلی خوش اومدید به بازی بد پرنتینگ. بدون معطلی برو بریم. لایک و کامنت یادتون نره. اگر کانالمو ساب داری ویدیو رو لایک کن و بگو که بازی بعدی چی باشه. بدون معطلی برو بریم. بچه بخشید اگه دستم هم میره رو دوربین. واقعا ببخشید. استوری یک مستر رد فیس. ایول. صدا بد شد یه لحظه. یاخ سلام. ما هم دوباره دیر اومدی خونه. بیخیال، من امروز مشغول بودم. میدونی یکم به حساب ایگنور نه چی میشد؟ خدا فارسی این چی میشد؟ But today is my birthday. امروز تولدمه. of course I know that. میدونستم. پس کادوم کو؟ نمیدونم. لابد جا گذاشتی توی سر کارت. میگه دمانه آقای شاید چیزی شنیدی؟ جالب شد. توی تولد بچه های خوب آقای صورت قرمز وقتی که بچه ها خوابن کادو میاد. خدایا واقعا واقعا خدایی 100%. اگه کادتو میخوای باید بخوابی. میرم بخوابم ماما. یا بابا دوباره داری بچه رو خواهر میکنی؟ چند بار تا حالا شده دیر اومدی خونه. شیفتم میگه دیر تموم شد. وای یاش اینو نمیتونم بخونم، ببخشید. حالا اگه شما منشو میدونید بگید. فکر میکنه من احمقم. آره هی خیلی دیگه داری بد رفتاری میکنی. داش go back to your room. میخوای اینجا بایستی تو وقت فضولیه آدم بزرگوار کنی باشه. او مرتی که خربه تو چه؟ ولی عجب خونه. البته خونه خیلی کوچیکه. یه راهرو و یه آشپزخونه و 2 تا اتاق. لابد اینم همون دستشویی. به به عجب. در باز بوده. اوکی. بابا نگاه داری بیرون بارون میاد. نمیشه تکون داد. یا خدا سلام. یا خدا سی شیره بابا. ایول رفت. حاجی فکر کن یه همچین اتفاقی بیفته. خب اوکی. این کادو آقای صورت قرمزه؟ امکان نداره. سلام. کیفیت عروسه. سلام روان. چی؟
میتونی حرف بزنی؟ بله که میتونم حرف بزنم. من با جادو ساخته شدم. اما تو اسم و شکل و قیافت شبیه منه. درسته اربابم منو برای تو ساخته. این یارو آقای ساقمه ترکی بوده، احتمالاً کارش جادو اینا بود، یعنی عروسکا رو زنده میکرده. ولی یه ذره کلت کجه. اتو که سام میگه بعضی وقتا مستر اشتباه میکنین، یکی از همون تفاوت عروسکاست. این چیزی که الان مهمه اینه که الان میتونیم دوسته هم دیگه باشیم. That's wonderful. خیلی عالیه. Do you wanna play something with me? آره میگه اسباب جمعون تو کمد گذاشته، میتونی بری بیاریش؟ نه باشه بازش کن. درگی که دوباره امتحان کن. باز شو. ایوه من دارم تمام تلاشم میکنم ولی باز نمیشه. خیلی انجام بدین. گرسنمه. ها تو عروسه میتونی غذا بخوری؟ نه ولی تو قراره غذا بخوری، ولی هر چیزی که تو بخوری من حس میکنم. میگه اربابم اینطوری منو ساخته. واو امیزینگه. میتونم تغییر بدم. یه لحظه. عربیک پرشین. ها در بسته شد. اوکی گول دیسته. بیا اینجا. نامه چی میگه؟ من خالیه یا باگه؟ یه لحظه بچه فکر کنم پرشینه مشکل داره. What the شهمنده بچه دستان میاد رو کامرا عذابم میده. اوکی بشین بخور. بشین بخور. اوکی این میخوای یه ذره جادو ببینی؟ آره لطفا. خب من این کاری میکنم که این بشقاب هیچ وقت تموم نشه. هر وقت تموم کنی دوباره برمی بالا تا دیش. بخور. املته؟ برای من میکنم. اوه نایس. پشمو. دوباره میتونی دیگه چکار کنی؟ الو. اوه قلوب یا خدا. چی شد؟ نمیدونم خودت حدس بزن. وای نه باز چی بابام. اوکی باز نمیگمش. اوکی امیدوارم هنو خواب باشه با پدرت. نگر نباش اربابم بابا تو برده. چی گفتی؟ چی زری زدی؟ الو پلیس. یا بابام کجاست؟ حروم زاده بابام کجاست؟ بهت گفتم که
مسترم بردتش. جالبه. چرا؟ چون بابات آدم بدیه. he often اون همیشه دور میزنه. اینجور والدینا رو اربابم میبره که بچه‌های مثل تو در امان باشن، ولی این خیلی زیادیه. بابا حقش نیست. اون آدم بدیه. نه نیست. لطفا بذار بابام بره. التماست میکنم. باشه ولی اربابم از این خوشش نمیاد. یه نیومبر بلدم که بریم پیش بابات. بعد سود بریم پیشش نجاتش بدیم. اوکی راه نشون بده. your clothes. اوکی. واقعا متنفرم دستم بره رو در رو بعد بسته میشن. اینجایی؟ باز کن. نه باز نمیشه. هنوز نمیتونی بازش کنی؟ آها میگه پس بریم واسه کامل پدر مادرت. اوکی. اینا میگه مثل یه پورتال عمل میکنه. من میتونه به هر دلت میخواد بری. اوکی. باز شود دیده نشود. چیزی که اینجا نیست. یادم رفت بعد از رادیو بابات استفاده کنی. رادیو بابات رو بردار بیار. دارم خوشی اونجا نهیده بودم. من کنم چه اتفاق زیاد میگم. باز کن. کار نکرد. یه بار دیگه. یو اول سلام. ببند. بچه اینجا کجاست؟ چه خبر؟ دنبال بابا میگردم. توصیفش کن. بابا اسم ما بروسه. wait a moment. اداره ببینم. خیلی بروس داریم. بیشتر بگو. بروس خوبه و بروس بده. بعضی وقتا با عصبانی میشه. پس بروس بدیه. بذار ببینم. بعد از کلی یکی در پچه باید در آدم پشت سرم باشه. کموده رو بدی. what shit. زهر مار پخ. آها آره واقعا. شما ها کی هستین؟ ما رو دنبال پدر مادرانمون. میخواد پیش ما بمونه مدت کوتاه. بخشید معذرت دارم. باشه برای میبینمت. ای درس. اینو نگاه. مثلا اینا هر کدوم داستانی داره. باید ببین. یا خدا اینجا دیگه بابا لطفاً دست از مجازاتم بردار. منم بابا لطفاً دست از مجازاتم بردار. اون رو چیکار کرد؟ بیا بریم خونه. آقای لطفی الان میاد. لطفاً دست از مجازاتم بردار. یا اول فصل چی کارش چیه نکردن؟ این چه؟ سپر؟
یو ببین برگردم پشت سرمه آقا 3 2 1 یا خدا هی چته چرا اینجا قایم شدی آقای صد قرمز بابا رو برده او این چیز خوبیه من شوخی نمی کنم بده توضیح بدم امروز اون عروسک رون امروز چطوره راجبون از کجا میدونی معلومه امروز داروهاتو نخوردی او گفته بود داروهاتو بخور میگه چند بار تا حالا این اتفاق افتاده به نظرت هر دفعه چیز متفاوتی میگی ولی اون نقطه اشتراکت به اون عروسک برمیگرده دفعه قبلی ها نه میدونم با تو چیکار کنم حالا برگرد برو بخواب اوکی دهنمون روک میگم دهنمون سرویس آده بچه نمیخوام خیلی فوش بدم من میگیرم میخوابم شب بخیر یا خدا خیلی خوب بخواب what the fuck گم شما بر دیگه آخ مامانه تلپورت کرد چی شد پسرم چی یعنی چی شد پسرم حالت خوب هران بینولی الان بهتری آره مامان آقای صورت قر اشکال نداره فردا رو مرخصی میکنم اینجا پیشت بمونم واقعا قول بده مامان قول میدم حالا برگرد بخواب چشم مادر چشم بچه صبح شد مامانه نیست ایول اینا چیه؟ لوازم آرایشی ای بابا رون داداش اوه شت رون یو خدا رون چه بلایی سایت اومده عربان زد دهنمو سرویس کرد بعد وقت دیشب خوشحال نبود بخشی تقصیر منه مامانم کجاست مامانتو برد چی همین الان بردش من متاسفم نتونستم جلوشو بگیرم برای سلام رو برد اینو تو سنر ما پیدا کنم فکرم بتونی شکستش بده چی برای شکست بریم آخره باز داریم میرسیم برو منو بگیر پناه بگیر مامانه ناشش پناه بگیر با قول پاتریک پناه بگیر آجی شکست خورد بچه شونده حکایت میکنم برگرد برو یه لحظه باک خورد
دوباره دل سرت میاد الان که شرکت ها آها خیلی خوب بود. چرا حرفش اسکیپ کردم؟ 20 دقیقه است دارم ویدیو میگیرم. ایول اوه ناشن مامی دادی I'm here مامی دادی I'm here مامان بابا حالا دیگه آزادیم. اوه من دیگه گفتم که مشغول بودم. دروغو تو این واسه مرد تین خانم واسه مرد دیگه خراب کردی. چطور میتونه بچه دروغ بگی؟ این چیه اون بالا؟ نمیخوام محمد اگه فکر کنی که من اون طوریم که نمیخوام بگم، اینجا خونه منه و تو چطور پدری هستی؟ آها میگه که من پول به خونه میارم تا بچه‌مو ساپورت کنم، یا همون ساپورت. تو هم بهش میخوری و میخوابی، من دارم کار میکنم. ایول اگه اوه شیت اوه بچه بهتر اینه ترجمهش نکن. اگه فهم کنی که من اهم هستم یه کلمه دیگه باشه. من از تو طلاق میگیرم. یکی اون بطنی خونه بمونه. اگه اینجا باشه بچه ها برمیدارم و میرم اونجا بابا. مرده که عوضی بیا اینجا بینم. قلوب 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 قلوب. یا خدا رد فیس من نمیذارم این اتفاق بیفته. یا خدا چه غلطی میخوای بکنی آقای رو صورت قرمز؟ برگرد برو برگرد برو برگرد برو تو برگرد برو. حاجی نه 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 این درست نیست. بخشید رون تو که میتونی در کمادتو باز کنی. حاجی اون مای بودیم. این منم؟ چیشون یادم نمیاد. یا always no. من همون ناخودآگاه تو هستم. اوه میگه تو بعضی وقتا تلاش میکنی تا خود حالا خیلی این چیز مهمی نیست و من باید پیدا میکردم که دوباره happens تیک تاک بوم همه چیز برمیگشت تا همون روزی که پدرت تو رو به قتل رسوند. چند وقت مردم؟ 14 روز. نمیتونه 14 روز شده باشه. راجب بابات اون توی موتل ارزون. اوه اوه شت یو همینجا بود که بهش گفتم بیا بریم خونه بابا. گفت دست از مراجعاتم بردارید. این درت موتله بوده. الان فهمیدم آجی واقعا آجی
ما میتونه منو ببینه؟ آره اون میتونه، چون اون الان خوره نیست و شب میاد خونه. اما اگر روز باشه پسر نه اینجا نیست. برو تو سید درو بکن. اوه شت ما رو دید تو کمد. آقا بعد این بازی قشنگ برین گریه کنید. سری بازی بد پرندی رو خیلی غم انگیزه. پلیس کاپ. میدونی شاید کجا قایم شده؟ نه نمیدونم. حالا میتونه انداختید. اون چیه؟ این کارت متره ولی فکر نکنم برای من باشه. اوکی پیدا شد. پدر قاتل دستگیر شد. اوکی دختر چال شده، اینم پشت ماشین مرده. اینشونم که ما هم که تو کامات به گوچ رفتیم. اوکی بچه ها مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت یادتون نره و تو کامنت هم 2 تا چیز حتما بنویسید اگه همه حتی بالا باشه. یکی این که بگین که پارت بعدی چی باشه و یکی هم که بگین آقا بازی دقیقا داستان چی شد. چیزی که من فهمیدم این بود که آقا پدر همون توی همون دعوا اومده ما رو کشته، ولی ما حدوداً اون مقدار روز ما مرده بودیم و نمیدونستیم و تازه اینا رو فهمیدیم. حالا اگه شما بهتر فهمیدید کامنت حتما برام بنویسید. تا ویدیو بعد.